تصور کن یه روز عادی توی روشن‌ترین و امن‌ترین جای ممکن، آسمون صاف، آفتاب ملایم، صدای پرنده ها، همه چی عادی به نظر میرسه تا اینکه فقط چند متر اون طرفتر پشت یه بوته خوش یه صحنه وحشتناک کل شهر رو میخکوب میکنه. دختر جوون که برای نفس کشیدن هوای تازه از خونه زده بود بیرون هیچ وقت بر نمیگرده. حالا سوال اینجاست چه کسی کمین کرده بود؟ چرا درست همون روز و همون ساعت؟ و چطور ممکنه کسی بدون هیچ رد پای مشخصی وسط روشنای روز چنین جنایتی بکنه؟ این فقط یه قتل ساده نیست، این ماجراییه که حتی پلیس فینیکس رو هم شوکه کرد و قدم به قدم مثل یه معمای پیچیده همه چیز رو زیر و رو کرد. امروز قراره با هم بریم سراغ پرونده‌ای که از دل یک پیاده روی ساده شروع شد اما تبدیل شد به یکی از هولناکترین جنایت‌های سال‌های اخیر. با ما همراه باشید. لارن هیکی اون روز مثل همیشه از آپارتمانش زد بیرون و رفت سمت مسیر پیاده روی، ولی این بار دیگه برنگشت. همون روز سرنوشت لارن عوض شد. توی اون مسیر قشنگ بین کاکتوسا و تپه های خاکی اتفاقی افتاد که هیچ کس باورش نمیشد. اون ناپدید شد. بیشتر از 24 ساعت هیچ کس نمیدونست دقیقاً کجاست. دوستاش شروع کردن به نگرانی، چون نه جواب تلفنشو میداد نه سر کار میرفت. تا اینکه 29 آوریل یک کشف وحشتناک اتفاق افتاد. یه زن که مثل همیشه سگشو برده بود برای پیاده روی توی بیابونای اطراف به چیزی برخورد که سر جاش میخکوبش کرد. اون چیزی که دید لارن بود، به شکلی که همه رو به این فکر انداخت چرا؟ کی این کارو باهاش کرده بود؟ این فقط یه داستان جنایی دیگه نبود. تیکه های این پازل همه جای مسیر پخش شده بودن. این پرونده کل شهر رو شوکه کرد و یه خانواده رو از هم پاشوند. اون صبح لارن دقیقاً چی کار میکرد؟ تنها بود؟ کسی تعقیبش میکرد؟ این داستان پر از پیچ و خمه و تو رو تا آخرش میخکوب نگه میداره. از اون تماس وحشتناک 911 که سکوت شکست تا جستجوی بی‌پایانی برای پیدا کردن کسی که این کار کرده بود. حالا وقتشه با لارن هیکی آشنا بشیم، زنی که توی مرکز این پرونده جناییه. قبل از اینکه بریم سراغ جزئیات وحشتناک اون روز تو مسیر ریچ 11 باید بدونید لارن فقط یه اسم یا یه پرونده نبود. اون یه دختر، یه دوست و آدمی پر انرژی بود که هر کی که میشناختش اینو تایید میکرد. لارن 29 ساله بود و توی کینستاب کانتی واشنگتن به دنیا اومده بود. بعدا نقل مکان کرد به فینیکس آریزونا، جایی که خیلی گرمه. خانواده و دوستاش همیشه بهش میگفتن یه تیکه نور، چون همیشه شاد، مهربون و بامزه بود. اون انرژی خاصی داشت که باعث میشد هر کی کنارش بود حس کنه خوش شانسه. تازه رفته بود یه آپارتمان جدید نزدیک مسیر ریچ 11 گرفته بود، همون جایی که عاشقش بود، چون آروم و قشنگ بود. اون عاشق بیرون رفتن و کارهای بیرونی بود، کوهنوردی، پیاده روی یا فقط لذت بردن از منظره صحرا. همونا باعث میشدن خوشحال بشه. صبح 28 آوریل 2023 با دوست صمیمیش ریور هابل تماس گرفت. مثل هر روزشون با هم راجع به چیزایی که شوک گذارش بودن صحبت کردن. لارن اون روز بابت بیدار شدن، خوردن قهوه و رفتن به پیاده روی شکرگزار بود. چیزای ساده، نه، ولی همون تماس آخرین باری بود که ریور صدای لارن رو شنید. لارن تازه به فینیکس اومده بود تا یه زندگی جدید رو شروع کنه و دنبال آینده‌ای پر از فرصت‌ها بود. هیچ وقت فکرشو نمی‌کرد مسیری که انقدر دوست داشت تبدیل بشه به یک کابوس وحشتناک. ساعت حدود 10 صبح روز شنبه 29 آوریل 2023 بود که یه صحنه ترسناک توی مسیر ریچ 11 در شرف اتفاق بود. تصور کن با سگت داری قدم میزنی و خورشید داره بالاتر میاد. دقیقاً کاری که یه زن اون موقع صبح داشت انجام میداد. اون این مسیر رو همیشه میرفت، درست مثل لارن. مسیر ریچ 11 دقیقاً مرز فینیکس و اسکاتسداله. ترکیبی از مسیرهای سخت و آسون داره که باعث میشه کوهنوردا، دونده ها و صاحبان سگ حس خوبی داشته باشن. اما اون زن وقتی پیچید سر یه گوشه نزدیک لیبی استریت یه چیزی دید که میخکوبش کرد، درست وسط مسیر اصلی. لاشه بین بوته‌ها پنهون شده بود. بدن یه زن همونجوری بی حرکت روی شنای صحرا افتاده بود. این کشف اتفاقی نبود. زنی که پیداش کرده بود هنوز اسمشو نمیدونست، ولی اون لارن بود. سری گوشیشو در آورد و زنگ زد 911 چون وحشت کرده بود.
پلیس فینیکس بعداً تو اکتبر 2024 اون تماس رو منتشر کرد که لحظه به لحظه این کشف رو نشون میده. گوش کن ببین چی به اپراتور گفت. Oh, I just found a woman's body out in the desert. My address is and I was just going for a walk and she's there. I didn't touch her. I didn't feel safe. But it looks like she's been there for a while. این تماس تقریباً 5 دقیقه طول کشید و صدای زنی که زنگ زده بود کاملاً میلرزید. ترسیده بود و سعی می‌کرد بفهمه دقیقاً چی دیده. اپراتورم باش موافق بود که جسد مدتی اونجاست. بعداً پلیس تایید کرد که لارن بیشتر از 24 ساعت دیده نشده. از همون روزی که صبح رفته بود برای پیاده روی. اون زن متوجه خون زیر سوتین لارن شد. همون کافی بود که بفهمن ماجرا خیلی خشن بوده. پلیس فینیکس خیلی سریع ریختن اون منطقه. حدود ساعت 10:30 صبح رسیدن. اولش فکر می‌کردن یه کوهنورد آسیب دیده. مثلا زمین خورده یا از شدت گرما افتاده. چون این نوع تماسا برای اون بیابون عادیه. ولی وقتی رسیدن و لارن رو دیدن فهمیدن اصلا اینطور که فکر می‌کردن نبوده. جسدش بین بوت‌ها گیر کرده بود و کنار یه حصار سیم خاردار بود. برای همین کسایی که از مسیر اصلی میرفتن اصلا نمیدیدنش. همه جا نشونهای درگیری بود، لباسای پاره و وسایلی که پخش و پلا بودن. امدادگرا سریع تایید کردند که لارن دیگه زنده نیست و صحنه از عملیات نجات تبدیل شد به تحقیق جنایی. حالا بریم یکم عقب‌تر. همون صبح دوست لارن یعنی ریور هابل حسابی نگران شده بود. از روز قبل که طبق معمول هر روز با هم تماس گرفته بودن و بابت چیزای روز شکرگزاری کرده بودن، دیگه هیچ خبری از لارن نشده بود. شنبه دیگه مطمئن شد یه چیزی درست نیست. اون هیچ وقت سر کارشو ول نمی‌کرد. تقریبا همزمان با وقتی که ریور داشت با پلیس تماس می‌گرفت، اتفاقات وحشتناک توی مسیرم در حال رخ دادن بودن. مسیر ریچ 11 اصلا تو بیابون وسط ناکجا آباد نیست. نزدیک خیابون اسکاتزیل و مایو بولوار قرار داره و یه جای عمومی شلوغه. برای همینم بود که همه بیشتر شوکه شدن. اون زن که جسد لارن رو پیدا کرده بود محله رو خوب میشناخت. شوهرش حتی همون روز به لارن دست تکون داده بود وقتی داشته پیاده روی میکرده. هرچند زیاد باش آشنا نبودن ولی میدونستن کیه. حالا همین زن بود که سکوت رو شکست و با اون تماس وحشت زده ناخواسته کشیده شد وسط یه پرونده جنایی واقعی که ماها توی فینیکس ادامه داشت. توی چند روز بعد پلیس تماسای بیشتری مثل اون تماس 911 دریافت کرد. 3 نفر دیگه زنگ زدن و گفتن یه آدم مشکوک رو نزدیک مسیر دیدن. کسی که ظاهرش مثل بقیه کوهنوردا یا پیاده‌روها نبود. گفتن یه مردی که مشخصاتش خیلی زود برای پلیس مهم شد. گروهبان جیمز هستر از واحدات جنایات مسئول پرونده شد و تیمش میدونست باید سریع عمل کنن. جامعه به هم ریخته بود و دیگه قدم زدن تو اون مسیر امن حساب نمیشد. آخرین بار حدود ساعت 10 صبح روز جمعه 28 آوریل لارن با دوستش ریور هابل تلفنی صحبت کرده بود. اون بعد از تماس رفته بود همون مسیر نزدیک آپارتمانش، جایی که بارها رفته بود و خوب میشناختش. ولی بیشتر از 24 ساعت از آخرین دیدنش گذشته بود تا که سگ‌گردون روز بعد جسدش رو پیدا کرده بود. پلیس فکر میکنه حمله احتمالاً صبح جمعه بین 10 تا 11 اتفاق افتاده تو نقطه‌ای که از مسیر اصلی دیده نمیشده. همین نشون میده کسی که این کارو کرده نمیخواسته کسی ببینتش. پلیس فینیکس تیم صحنه جرم رو فرستاد تا همه جا رو بگردن و هرچی میتونه بهشون سرنخ بده رو جمع کنن. کفش لارن که کنار سیم خاردار افتاده بود و بقیه وسایلش که پخش و پلا بودن همه رو ریختن تو کیسه های مدرک. کارگاه‌ها این سوالو داشتن: این حمله از قبل برنامه‌ریزی شده بود یا یهویی پیش اومد؟ لباسای لارن و وضع صحنه نشون میداد احتمالاً جنگیده و حتی سعی کرده از حصار فرار کنه. وقتی اون کفشو فرستادن آزمایشگاه همه چیز عوض شد. اولین تست دی ان ای یه پروفایل ناشناس نشون داد، کسی که با لارن یکی نبود. اما پلیس به یه سرنخ بیشتر نیاز داشت. همزمان که آزمایشگاه مشغول بود، پلیس ریخت تو خیابون، با هر کسی که نزدیک مسیر ریچ 11 بود حرف زدن، از کوهنوردا گرفته تا همسایا. همون موقع 3 تماس دیگه روی 911 روی صفحه‌شون اومد. کسایی گفتن یه مرد مشکوک رو اطراف مسیر دیدن. ظاهرش با بقیه نمیخورد. مشخصاتش قد حدود 172 تا 183 بوده، لباس تیره تنش بوده و یه کوله پشتی هم همراهش داشته. ولی هنوز کافی نبود. تا اینکه 2 می یه اتفاق بزرگ افتاد. پلیس یه فیلم دوربین مداربسته از نزدیکی مسیر گرفت. کیفیتش پایین بود ولی یه مرد رو نشون میداد که وسط صحرا میدوید و کوله پشتیش تاپ میخورد. این دقیقاً همون حوالی زمانی بود که لارن ناپدید شد. سرعتش خیلی بیشتر از یه دویدن عادی بود.
پلیس فیلمو منتشر کرد و گفت این شخص مورد نظره. از همونجا تلفن‌های مردمی شروع شد. آدمایی که قبلا این مرد رو دیده بودن با خط سایلنت ویتس تماس گرفتن و گفتن توی منطقه دیده بودنش. یکیشون گفت حتی یه چاقوی جیبی کوچیک و تیز همراهش داشته. میتونست به صحنه جرم ربط داشته باشه. پلیس فینیکس اینجا متوقف نشد. درباره شغل لارن، دوستاش و برنامه روزانش پرسجو کردن. پلیس شروع کرد بررسی کنه ببینه کسی داشته لورن رو زیر نظر میگرفته یا نه. چون تازه اسباب کشی کرده بود به آپارتمانی نزدیک اون مسیر پیاده روی. حالا سوال این بود آیا اون هدف بوده یا فقط یه قربانی تصادفی؟ توی کنفرانس خبری 3 می سوتوان هستر گفت احتمال میده حمله یهویی و از روی احتمالات بوده، چون شدت و وحشیگری ماجرا خیلی بالا بوده. البته تاکید کرد هنوز هیچ احتمالی رو رد نمی‌کنن. پلیس دیگه دنبال حدس و گمان نبود، اونا مدرک می‌خواستن. وقتی مدارک رفت آزمایشگاه، DNA روی کفش لورن جواب داد. ردش خورد به یه نفر با سابقه توی دیتابیس جنایی. دیگه فقط یه حدس نبود، نخ اصلی پیدا شده بود. پلیس مشخصات رو با تصویر دوربین مداربسته تطبیق داد. یه مرد جوان، اوایل 20 سالگی، اهل همون اطراف. اما اینو عمومی نکردن. چرا؟ چون نمیخواستن طرف بو ببره و فرار کنه. فشار روی پلیس بالا رفته بود. 3 می پدر مادر لورن، جف و لانا کنار پلیس اومدن جلوی دوربین و از مردم کمک خواستن. لانا با صدای بغض‌آلود گفت اون دختر کوچولوی من بود. این درخواست جواب داد. مردم شروع کردن به زنگ زدن. یکی گفت مردی رو دیده که رفتار روانی طور داشته و خونش کمتر از 1 مایل با مسیر فاصله داشته. یکی دیگه گفت همون مرد از سرکار اخراج شده چون همکارانش رو اذیت می‌کرده. 4 می پلیس یه سرنخ طلایی از سمت مأمور آزادی مشروط گرفت. اون گفت یکی از موکلاش دقیقاً همون هیکل مرد توی ویدیو رو داره. طرف سابقه سرقت مسلحانه و بی‌نظمی داشت و الان توی اسکاتسدیل زندگی می‌کرد، نزدیک مسیر جنایت. تازه فهمیدن این آدم قبلا از یک کار اخراج شده چون با زنها رفتار خشنی داشته. زنگ خطر جدی شد. پروندهشو گرفتن و DNA رو مقایسه کردن و دقیقاً هم خورد به هم. ولی پلیس عجله نکرد. شروع کردن به تعقیب کردنش. دیدن حتی بلیت هواپیما برای دیترویت داره. یعنی ممکن بود فرداش بپره و دیگه دستشون بهش نرسه. همکار سابقش هم تایید کردن که همونیه که توی ویدیو دویده بود. همه چی آماده شده بود برای پنجشنبه شب 4 می. فقط 6 روز بعد از پیدا شدن جنازه لورن. مظنون 22 ساله به اسم زایان ویلیام تیسی. خونش کمتر از 1 مایل با جایی بود که لورن دیده شده بود. DNA روی کفش، تصویر دوربین و گزارش‌ها از مردم با کوله پشتی همش به 1 نفر ختم شد. زایان. جالب اینجاست که زایان از 2018 به خاطر سرقت مسلحانه تحت نظارت مشروط بود. همون موقع فقط 17 سال سن داشت. مأمور پروندهش وقتی فهمید ظاهرش با مظنون میخونه سریع پلیس رو خبر کرد. اما چیزی که همه چی رو رسمی کرد اون تطابق قطعی DNA بود. حتی یه نکته دیگه هم لو رفت. بلیت هواپیما برای 5 می، یعنی فقط 1 روز دیرتر، شاید کامل فرار میکرد. در مورد گذشته‌اش هم ارتش آمریکا گفت بله، زایان سال 2019 رفت دوره آموزشی تفنگداران دریایی توی سندیگو، ولی قبل از پایان دوره اخراج شد. و حالا 4 می پلیس فینیکس تصمیم گرفت کارو تموم کنه. نقشه کشیدن و مستقیم رفتن سراغ آپارتمانش. ساعت 6:30 عصر بود. بعدن تو فیلم‌های بادیکم، دوربین لباس پلیس منظورمه، دیده شد که مامورا محکم به در میکوبن و داد میزنن پلیس فینیکس درو باز کن. زایان با دستای بالا از خونه بیرون میاد. هیچ مقاومتی نمیکنه. همونجا دستمن میزنن و میبرنش. کل عملیات کمتر از 10 دقیقه طول میکشه. یه دستگیری تمیز و کتابی. اما این آدم کیه؟ زایان ویلیام تیزلی متولد 2000 توی اسکاتزیل بود. از بچگی شروع به رپ خوندن کرده بود. سال 2018 همراه 2 دوستش وارد شعبه جک این د باکس شدن. زایان اسلحه کشید و پول خواست. با یه توافق قضایی به جای زندان فقط محکوم به آزادی مشروط شدن. قرار بود زندگیشو جمع جور کنه، اما نشد. اون فقط تو کارهای موقت مثل رستوران و مغازه کار میکرد و هیچ وقت دووم نمیورد. کسایی که باش کار کرده بودن، مخصوصا زنا، به پلیس گفتن که ازش میترسیدن. مدیران رستوران پریمو توی 2022 اخراجش کردن چون سرکار قاطی کرده بود و یه همکار زن رو زده بود. همه میگفتن آدم بی‌ثبات و خطرناکیه.
وقتی پلیس خونه‌شو گشت، یه چاقوی کوچیک و تیز پیدا کرد که با زخمای لورن میخوند. لباسا و همون کوله‌پوشی معروف توی فیلم هم کشف شد. اوضاع براش بدتر شد. 5 می پلیس فینیکس رسما بردش زندان شهرستان میریکوپا و بهش اتهام قتل، سرقت و دستکاری در صحنه جرم زدن. پلیس فکر میکنه زایون علاوه بر حمله به لورن یه چیزی هم ازش دزدیده. زایون توی بازجویی اولش انکار کرد و گفت روز حادثه اصلا نزدیک ریچ 11 نبوده. وقتی پلیس بحث DNA و ویدیو رو پیش کشید، لال شد. گزارش‌های شاهدها هم به وضوح کمک کرد. همسایه‌ها دیده بودن چند روز قبل از حادثه زایون دور و بر مسیر راه میرفته و حالت عصبی و مشکوکی داشته. یک کوهنورد حتی گفته بود که با یکی جر و بحث میکرد. پلیس احتمال میده 27 آوریل، یه روز قبل از ناپدید شدن لورن، برای بررسی محل رفته بود. 6 می صدفاً جیمز استر از پلیس فینیکس جلوی دوربین گفت فکر میکنیم این یه حمله اتفاقی بوده. متهم هیچ آشنایی قبلی با قربانی نداشته. خانواده لورن یعنی جف و لانا اونجا بودن و با صورتهای غمگین ایستاده بودن. جف هم روبروی مردم گفت به خاطر شما بود که گرفتیمش. با اینکه دستگیر شد اما پرونده بسته نشد. زایون تیزلی توی زندان موند و در حالی که با اتهام‌هایی روبرو بود که زندگیشو نابود میکرد. گذشتش نشون میداد که یه آدم پرخشم و کنترل ناپذیره. برای خانواده و دوستای لورن این فقط یه قدم کوچیک بود به سمت عدالت. محاکمه قتل لورن برای 28 اکتبر 2025 توی دادگاه عالی میریکوپا برنامه‌ریزی شد. چرا انقدر طولانی؟ چون پای مرگ و زندگی وسطه. DNA روی کفش لورن، فیلم دوربین مداربسته از مردی که توی بیابون میدوید و گزارش‌های شاهدا همگی علیه زایونن. از اون طرف تیم وکیل‌های زایون داره ریز به ریز همه مدارک‌ها رو بررسی میکنه، از داده‌های موبایلش گرفته تا همون چاقوی جیبی. جلسات مقدماتی پرونده تا سال 2025 کیک پیدا کرد و هر دو طرف دارن برای یه نبرد بزرگ آماده میشن. در می 2023 پلیس رسما گفت قتل یه اتفاق بوده چون زایون و لورن هیچ ارتباط قبلی نداشتن. هنوزم همون روایت رسمیه. اما در دسامبر 2023 دادستان شهرستان میریکوپا ریچل میچل درخواست داد که اگر زایون محکوم بشه حکم اعدام براش صادر بشه. این باعث شد حساسیت و فشار پرونده خیلی بیشتر بشه. خانواده لورن هم از طریق سازمان صدای قربانیان آریزوانا بیانیه دادن. ما تا آخرین قدم این مسیر میمونیم تا مطمئن بشیم عدالت برای لورن اجرا میشه. وقتی پای حکم اعدام وسط باشه، بررسی سخت‌تر، روند طولانی‌تر و محاکمه حساس‌تر میشه. توی جولای 2024 دادستانی شهرستان میریکوپا یه سری اتهام دیگه هم به پرونده اضافه کرد. مربوط به حمله و سرقت خونه تو سال 2020. اونم یه حمله با چاقو بود که توی خونه قربانی اتفاق افتاده بود. بعدش 5 فوریه 2025 شبکه نیوز 12 گزارش داد که زایون به خاطر کارهایی که گفته میشه تو سالهای 2019 و 2020 انجام داده با 10 فقره جدید سوء رفتار با افراد کم سن و سال هم متهم شده. توی سوابق دادگاه اومده که خودش اعتراف کرده اون موقع عکس‌ها و محتوای جنسی فرستاده بوده. البته همه اون اتهاما بعداً رد شدن، ولی همینا نشون میده که گذشته‌اش حسابی سیاه و پر از دردسره. سرقت مسلحانه در 2018، آزادی مشروط موقع قتل لورن و حالا این داستانا. زایون الان تو زندونه. اولش بعد از جلسه دادگاه با وثیقه $1,000,000 آزاد شده بود، اما چون قوانین آزادی مشروطش رو نقض کرده بود دیگه الان حق وثیقه نداره. مدرک‌ها زیاده. DNA، فیلم‌های دوربین مداربسته و شهادت همکاراش که همگی گفتن سابقه خشونتش علیه زن‌ها واقعی بوده. با این حال هنوز حکم قطعی صادر نشده. خانواده لورن بارها گفتن که قدردان پلیس فینیکس و مردم هستن. شبکه ABC 15 توی می 2024 گزارش داد که غمشون هنوز تازه است، چون 2 کریسمسه که بدون لورن سپری کردن، ولی عدالت هنوز در حالت تعلیق تا زمان محاکمه در اکتبر 2025 برسه، مگر اینکه دوباره تأخیر بخوره و اینجا پرونده لورن به همین نقطه میرسه. رفقا ببینید، اینم پرونده زایون تیزلی فقط یه قتل ساده نیست، این یه هشداره، یه زنگ خطر که میگه نباید هیچ علامت خطر و آدم پرخطر رو نادیده گرفت. لورن یه دختر ساده و دوست داشتنی بود، فقط برای یه پیاده روی کوتاه رفت بیرون و دیگه برنگشت. از سرقت مسلحانه و رفتار خشونت آمیزش با زنا گرفته تا این جنایت. همه چیز نشون میده این فاجعه یه شبه به وجود نیامده، کم کم ساخته میشه. عدالت دیر میرسه ولی حقیقت
همیشه هست. زندگی لورن رفت، اما داستانش بهمون یادآوری میکنه که نباید بی تفاوت باشیم. هر هشدار کوچیک، هر رفتار عجیب و هر صدا میتونه یه روز جون آدما رو نجات بده. شاید هیچ وقت نتونیم همه چراها رو جواب بدیم، ولی چیزی که واضحه اینه اگه یاد نگیریم گوش کنیم، این داستانا دوباره تکرار میشن. و هنوزم که هنوزه، علت قتل و اینکه چرا اون لورن مرده واقعا بر خودم هم سواله. چرا یه آدم باید بی دلیل کشته بشه؟ نظرتو برام کامنت کن. اگه تو جای اون پلیسا بودی، جای اون قاضیا بودی، چه حکمی براشون صادر میکردی؟ چه قوانینی میذاشتی که این اتفاقات پیش نیاد؟ حتما نظرتو برام کامنت کن، چون اینجا پازل جناییه و میتونیم کنار هم تجربیاتمون رو با هم به اشتراک بگذاریم تا چیزای جدید یاد بگیریم. تا یه پرونده جذاب خفن دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.